نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. عوض فرودگاه پسرم منو میرسونی تا 2 تا 4 بالاتر؟ آقا فرودگاه میرم ولی مادرمونم برسونم تا 2 تا 4 بالاتر. نه آقا دیرم میشه. چقدر میخوای کرایه بدی؟ 500 تومن. خب من 400 تومن میگیرم ولی بذار مادرمونم برسونم. من 600 میدم فقط خودمو برسون. دیرم میشه. بابا بذار بنده خدا سوار مادر شما بشین. خدا خیر دنیا و آخرت رو بده مادر. آقا ببخشید فرصت برای پول در آوردن همیشه هست ولی فرصت برای دعایی مادر همیشه نیست. من ایشونو باید برسونم. اگه خواستید شما رو هم برسون. یه لحظه وایس. ببخشید مادر معطل شدیم. خواهش کنم پسرم. درود به شرف. حتما که میشینم. مگه میشه فرصت نشستن کنار آدم شریفی مثل شما رو از دست بدم؟ ببخشید مادر جون جوری برخورد کردم. کنجکاو بودم انسانیت ایشون رو محک بزنم که درود به شرفت. خواهش میکنم. این کرایت اینم بابت این کار خوبی که کردی. دست شما درد نکنه ولی من واسه پول این کارو نکردم که مادرمه. ما کارمون عرضه مستقیم فرشه. من چند وقت دنبال یه مدیر ترابری میگردم. یه آدم شریف و انسان دوست میخوام. اگه افتخار بدی خوشحال میشم تو مجموعه ما با شرایط عالی استخدام بشم. باورم نمیشه جدی دارین میگین اینا رو؟ کار به خدا اوسکری. 3 ماه دنبال کار خدا رو میگردم. شکر پسرم چرا باورت نمیشه؟ من با این سنم تو زندگی همینو فهمیدم که با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری.